حکم کمیته انضباطی درباره پرونده کشاله شجاع و بیرانوند بالاخره صادر شد، اما هنوز ابلاغ نشده. فریاد شیران در واکنشی تند گفت کمیته انضباطی خودش رو به خواب زده. آیا این فقط یه جنجال رسانه‌ایه یا واقعاً پشت پرده‌ای در کاره؟ علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره زمان جشن قهرمانی تراکتور گفت هنوز چیزی قطعی نشده، اما داریم بررسی میکنیم. هواداران تراکتور آماده اند، ولی زمان دقیق هنوز در ابهامه. دراگان اسکوچیچ در گفتگوی جدید بازیکنان ایرانی رو تاکتیک ناپذیر خطاب کرد. یه نظر عجیب یا واقعی؟ شما چی فکر میکنید؟ هادی حبیبی نژاد ستاره این فصل چادرملو تو گفتگوی اختصاصی از شرایط تیمش گفت و اعلام کرد در خوزستان استقلالی و پرسپولیسی به یه اندازن. البته مربی تیمش هم طعنه سنگینی به استقلال زد. نیمه اول حتی یک موقعیت هم نداشتن. در ارتباط با پایان رقابت‌های جذاب لیگ برترمون در فصل 1403-1404 هم به انتظارتون برسونم که انشالله مراسم مربوط به جشن قهرمانی رو در هفته پایانی خواهیم داشت و از همینجا بار دیگر به باشگاه تراکتور تبریک عرض می‌کنم. توضیحی که اینجا خدمتتون خواستم عرض بکنم این هستش که با توجه به برگزاری کنگره فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در کشور پاراگوئه، رئیس محترم فدراسیون فوتبال کشورمون فردا عازم خدمتتون از کامی پاراگوئه خواهند شد و به همین دلیل در روز پایانی در مراسم اهدای جام به باشگاه تراکتور حضور نخواهند داشت، اما مدیران ارشد فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در این مراسم حضور خواهند داشت و نکته‌ای که حائز اهمیت هستش این هستش که انشالله با توجه به برنامه‌ریزی خوبی که در سازمان لیگ انجام شده شاهد جشن با شکوهی در مراسم پایانی این لیگ باشیم. آقای فرادشیران، این وضعیت واقعا ناهنجار فوتبال در نظر فرهنگی چیکار باید بکنیم؟ ببینید وقتی فدراسیون فوتبال ما برخورد جدی نداره با متخلفین، هر کی میخواد باشه، نتیجهش میشه همین. نه کسی گوش میکنه، یارو با تبر میاد، افشینو میزنن، تماشاچی میریزه داور میزنه، هم دیگه رو میزنن. آیه فرادشیران، برخورد جدی رو میشه ذره برای ما باز کنید؟ چون به فدراسیون که میگی مثلا میگه آقا من تراکتور رو مثلا 100 میلیون جریمه کردم، استقلال 200 میلیون، پرسپولیس 400 میلیون مثلا. ببینید یه گزارش 8 صفحه‌ای حدود 2 سال پیش راجع به رئیس کمیته داوران اون وقت به تمام افرادی که تو فدراسیون تصمیم گیرنده بودن ابلاغ میشه. من خودم با آقای قنبرزاده زنگ زدم، گفتم آقای قنبرزاده این 8 مورد که راجع کمیته داوران هستش صحت داره؟ گفت بالا بر ما هم رسیده، ما دادیم کمیته اخلاق، شما قنبرزاده ازش بپرسید. من حتی دیدم آقای رفعتی از طرف اون رئیس کمیته زنگ زد، اینجوری گفت، بهشون موارد گفتم وقتی اونجا برخورد نمی‌کنن چششون می‌بندن، باید مثل رفسنجان پروندهش در میاد و این آقا باید بره بازداشت بشه. فدراسیون فوتبال ما اونجاست که چششو می‌بنده. وقتی مربی هنوز حکمی صادر نشده ولی ایشون چرا بازداشت شد؟ با وثیقه بیرونه. فدراسیون فوتبال زودتر از دادگاه باید برخورد کنه. حالا پیشنهادتون با مثلا تیم‌ها و تماشاگران اتفاقات چیه؟ اگه شما فکر کنید شما مثلا رئیس فدراسیون فوتبال بودین، وقتی مربی لیگ ما روز روشن تلویزیون نشون داده، همه هم دیدن، فحاشی میکنه به 2 تا مربیای همکار خودش، باش برخورد کردن، چند وقتی که شد مربی دوباره یه باشگاهی، یا اون کسی که کشاله رانش نشون میده باش چه برخوردی کردن. واقعا 500,000 تومان جریمه، 500 میلیون تومان بازدارنده بوده. یا وقتی باشگاه پرسپولیس شکایت میکنه از آی بیرابند، چرا رسیدگی نمیشه؟ اینا در واقع جریح میکنه افرادو. یکی از دلایلی که فحاشی زیاد شده برخورد برای اینکه فدراسیون ما داره اهمال میکنه. کمیته اخلاق و کمیته انضباطی ما به نظر من یه جای انقدر سریع عمل میکنه که ارزشش آنچنان نیست، ولی یه جای خودش رو به خواب میزنه و این شایعه رو به وجود میاره که قهرمانی مثلا تراکتور ممکنه اینجوری باشه
که من شدیداً مخالف این هستم. تو اولین بازی لیگ برتری تو فکر کنم 18 سالت بود در فولاد. بله. تحت هدایت اسکوچیچ. بله. و این گلت هم به تیم آقای اسکوچیچ زدی. واقعا 11 سال گذشت. اتفاقا بعد بازی مادرم زنگ زد همینه گفت آقای اسکوچیچ بردت بزرگسالار فولاد رفتی بهش گل زدی. نه خود آقای اسکوچیچ به ما خیلی لطف داشت. فکر می‌کنم یه زمانی همه از امیدای فولاد بازیکن بردن بزرگسالار. آقای اسکوچیچ اومد گفت که من یادم هیچ وقت یادم نمیره، امید من انتخاب نمی‌کنم، از جوانان میخوام ببرم. منو بهمن جانتیغو از جوانان برد بزرگسالان فولاد و بازی هم داد و همینجا ازش تشکر میکنم. واقعا خیلی زحمت کشید برای من. اون موقع حدس میزدی اسکوچیچ این سری رو بره؟ مربی واقعا خوبی بود همون موقع؟ فوق‌العاده. اصلا ریز و درشت استثنایی کار میکرد و زیاد سوت میزد. حالا میگفت خیلی جا میگفت بازیکنای ایرانی مخصوصا با توپ فوق‌العاده‌ان، بدون توپ یه ذره بیشتر کار کنن. این موضوعی بود که بیشتر رو بازی بدون توپ ما کار میکرد. خیلی خوب بود، هم رفتاری هم اخلاقی. من خیلی ازش راضی بودم. موفق هم بودی با تیم ملی صعود کرد جام جهانی. الان تقریبا بعد تراکتور رو قهرمان بدونیم تیم که عملکردش فکر کنم نشون داده. هر جا بوده موفق بود. با صنعت نفت آبادان با اون امکانات حالا کمبود بودجه یا فکر کنم آبادان 4م شده بود رفت تیم ملی. آره شرایط خوب بود. فینال جام حذفی رفت با خونه. اون اتفاقات لیگ 1 افتاد وگرنه فکر کنم خونه بعد لیگ برتری میشد. یه صحبتایی بود. حالا به خاطر تفاضل گل فکر کنم نیومد بالا. و واقعا مربی خوبیه. اینکه انقدر دیر داره تازه به حقش میرسه یه ذره عجیبه دیگه. اینکه میگن چیز استقلال خوزستانی‌ها اغلب استقلالی‌ان. اونجا بزرگ شدی چجوریه؟ خب شهر ما راموز جوریه که وقتی پرسپولیس میبره همه با موتور میریزن بیرون، همه قرمز. وقتی استقلال میبره همه بیرون آبی. پس پرسپولیسی هم داره. آره خدای همه جا نصف معمولا. آره اینکه بگیم اون رنگ بیشتره یا اون رنگ بیشتر، نه اینجور نیست. خیلی عالی. پرسپولیس ها تیمای بزرگن، همه جا طرفدار دارن دیگه. امیدواری که پیشنهاد بگیری از استقلال پرسپولیس دفاع کنم؟ واقعیتش الان زوده بخوایم چیز بگیم. ولی زود نیست. قرارداد داری؟ نه من سال بعد آزاد میشم ولی خب اولویتم هم چادر ملوه قطعا. شرایط خوب بود برام این 2 سالی که در خدمت مردم استان یزد بودم، ولی اولویت چادر ملوه دیگه. جدی؟ یعنی از پرسپولیس یا استقلال پیشنهاد بگیرید؟ آخر فصل صحبتشه میکنیم. واقعا الان زوده. 3 بازی سرنوشت ساز میتونه سرنوشت یه بازی کنه. نه 3 هفته سرنوشت ساز قطعا. شاید من میدونم شما وقتی توی استقلال و پرسپولیس تحت فشار و هوادار باشی مجبوری که سری چیزا رو به کار ببری که شاید واقعیت هم نداشته باشه. فیلم بازی موجوده. ما تونستیم با حفظ بازی در مقابل روزنه‌های استقلال رو ببندیم. استقلالی که همیشه از سمت راستش حملات زیادی داشت، رامین رضاییان اصطلاحی زیادی داشت، میدونستیم چجوری باید ببندیم و شما برید توی بازی ببینید نیمه اول حتی یک دونه موقعیت هم استقلال ایجاد نکرد. استقلال زیر 1/10 بود. این بهتری مقدار با انصاف باشیم. ما بچه‌هامون تونستن با بستن دفاع منطقه‌ای تو زونال دریچه‌های این بازی رو جوری ببندن که استقلالی ما 2 تا هافکشون از بازی خارج کرده بود. مجبور شدن به توپای بلند رو بیارن که تو توپای سوم ما موفق‌تر بود و بعضا موقعیت‌های ما از اونها بیشتر بود. فکر می‌کنم این مقدار شناخت خوبی از بازی با آلومینیوم فکر می‌کنیم پیدا کردید. شناخت خوبی از بازی آلومینیوم داشتین چون انتظار داشتن استقلالیا. درصد مالکیت توپ استقلال رو در مقابل آلومینیوم دیدم 65 به 35 آلومینیوم عرب تیم برتری بود، ولی نتیجه چیز دیگه‌ای بود. اما شما دیدی با این بازی با حفظ با بستن مناطقی که میدونستم استقلال توش موثره، هیچ کدوم از بازیکناش نتونستن اون کاری که باید انجام فضا بهشون ندادیم تو این داستان. و خب دیدید ما تیر دروازه زدیم، موقعیت داشتیم، تعداد ضربه چارچوب‌های ما و تعداد ضربات اقدام به شوت ما مساوی 2 تا تیم، ولی ما موثرتر بود، حملاتمون یه مقدار تیغدارتر بود. دیگه توی هفته آخری یه مقدار فرسایشی شده وضعیت بدنی بازیکن‌ها و همه بازیکن‌های لیگ برتر. تعطیلات یه جاهای زیاد بود، بازی‌ها فشرده شد و خدا رو شکر که حالا با این میزان کم آسیب دیدگی فصل رو داریم تموم می‌کنیم.
تو سال اول حضور تلاش کردیم که سهمیه این تیم رو حفظ کنیم و یه مقداری هم حالا نیم نگاهی داشتیم به اینکه بیشتر از حفظ سهمیه تلاش کرده باشیم و جایگاهی به دست بیاریم. بازیکنایی داشتیم که اولین بارشون بود تو لیگ برتر حضور داشتن. یه مقدار از لحاظ انگیزشی خوب بودیم و از اون ور مقدار از لحاظ نیروی انسانی دستمون تو مزیقه بود. بازیکن با تجربه‌ای که سابقه زیادی داشته باشه نداشتیم، ولی مجموعاً این انرژی بچه‌ها، جوونی بچه‌ها، انگیزه بچه‌ها و کاری که کادر فنی تلاش کردن همکارای من توی این مجموعه بود که فوتبال آبرومندی ارائه دادیم. قرارداد سال جدیدمو از این دیدگاه می‌بینم که مدیریت جدید مجموعه به من اعتماد داشت، مدیریت شرکت چادرملو و مردم عزیز اونجا. این مسئولیت منو سنگین‌تر میکنه. ما باید کارهای بزرگ بکنیم. پیشنهاد داشتی سعید جان؟ بله قطعا وقتی تو سال اول این شرایط بود قاعدتاً پیشنهاد میاد برای 100%. ولی خب من اینجا فکر می‌کنم تیم مثل بچه خودم. آره واقعا شرایطی داشت از روز اول شروعش کنارش بودم. تو لیگ یک صعود کردیم، امسال لیگ برترش بود. از مدیرای باشگاه میخوام که تحت تاثیر حرفای واسطه هایی که قیمتا رو بخوام ببرن بالا قرار نگیرن و اگه بازیکنی تحت قرارداد یه باشگاه خواهش میکنم که با باشگاه مذاکره کنید. حالا که بازی‌ها تموم شد، ولی واقعا من چند هفته رو چند تا از بازیکنام تحت تاثیر این تماسا قرار گرفتن. بعضن شاید بعضی‌هاشون اصلا واقعیت نداشته باشه. یه واسطه‌ای زنگ میزنه یه رقمی با یه بازیکن میگه این بنده خدا رو دچار 100% ذهنیت و توهمی میکنه و اون بازیکن فکر میکنه که این عینیت و واقعیت داره. حالا که فصل تموم شد انشالله که امسال بتونیم که رقابت جذب بازیکن ما بتونیم تو این وضعیت واقعا کار سختی میدونم خیلی کار سختی برای سهمیه چشم داریم برای فصل بعد. نه واقعا سال دوم حضور یک تیم حفظ سهمیه موندن تو لیگ باید به ثبات برسه. بازم اولویت ما اینه با این امکاناتمون. الان نساجی بعد از 7 سال شما ببینید تیم نساجی تیم ریشه دار با این وضعیت، حتی خود مثل رفسنجان ما اول باید به این ثبات برسیم و لازم امکاناتی بتونیم رقابت کنیم با بقیه و انشالله در سالهای بعدی بتونیم. برای استقلال خوزستان هم این قضیه اتفاق افتاد. سقوط کرد دوباره برگشت. اول باید این سهمیه استان یزد لیگ برتر جوری باشه که به طور ثابت در این مجموعه حفظ بشه و بعدش حالا کارهای دیگه انجام بشه. به نظر شما کدوم موضوع داغ‌تره؟ حرفای فریاد شیران، نظر اسکوچیچ یا حواشی جشن قهرمانی؟ حتما برامون تو کامنت ها بنویسید و مثل همیشه لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگولش هم روشن کنید تا از فوتبال ایران عقب نمونید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.